روزتون بخواش دوستان. باز جمعه شده ماشین بازیاش. خودرو آواتور 12 خودرویی که جدیدن به کشور امارات وارد شده. توی این خودرو هیچ اعتقادی به شیشه عقب نبوده، کاملا فستبکه و حتی آینه بغل هم توی این خودرو نداریم. از دوربین استفاده شده به جای آینه بغل. در به این صورت باز میشه. همچنین که مشاهده میکنید دوستان هیچ اعتقادی به دستگیر درم نداشته، کاملا تکنولوژی داره توی این خودرو قوقا میکنه. دکمه رو میزنیم، در به این صورت بسته میشه. خب دوستان اینم نمای داخلی کابین آواتور. یه فرمون کاملا فضایی داریم، فوق العاده نرم. یه مانیتور خیلی بزرگ اینجا و آینه بغل ها که همچنین گفتم به صورت دوربین هست. یک مانیتور اینجا تعبیه شده در این قسمت و یک مانیتور هم اینجا جهت آینه های بغل و همچنین دوربین پشت که در این قسمت شما مشاهده میکنین به جای شیشه عقب. جالیوانی اینجا داریم. جنس چرم صندلی ها فوق العاده عالی. سر صندلی که تنظیم میشه. سقف جیر آلکانترا.